وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده ضمن نشست خبری کشتاری دخترچه 8 ساله اینایت و رفیده را مدهش عنوان کرد و گفت دست داشتن مادر گمانبر شونده در کشتار تفتیش می شود. در خدمت ما جنایت با خیلی بودیم جنایتکاری اگر فرد دستگیر شد خیلی جنایت مدهش است البته می‌دونید سر وقت جنایتکار دستگیر شد جنایت شروع شده بود مسئله مادر اون کس برای این جنایت دست دولت ندارد اون معلومات نداره و تفتیش رو بزرگ پرکتیکای دنیا رو که واسه شده است واسه و جنبه سیمون معلوم می‌گردد که مادر شکر این جنایت اگر دست داشته باشه اونم در دست خود جواب می‌گیرد. در حقیقت جنایتکار سری وقت دستگیر شد. این جنایت مدهش است. در مسئله دست داشتن مادر گمانبر شونده در کشتاری رفیده یگان معلومات نداریم، گفت رحیمزاده. وزیر افزود که تفتیشات به پروکراتورای ناحیه رودکی وابسته شده است و وابسته به جنبستی آن معلوم می شود و اگر مادر او به این جنایت دست داشته باشد او هم در نزد قانون جواب می گوید. یادرس می شویم که یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان اخیراً گفت پرونده از روی قتل و تجاوز رفیده 8 ساله در ناحیه رودکی را تحت نظارت شخصی گرفته است. با اطلاع دادستانی از روی این حالت نسبت گدایف بر اساس ماده‌های 138 تجاوز به ناموس و 104 کشتار پرونده جنایی آغاز گردیده است. این ماده‌های کدکس جنایی تاجیکستان تا حبس 1 عمره را پیش بینی می‌کنند. حادثه کشتاری رفیده اینایت و 8 ساله که 4 یولی سال روان رخ داده است از مسائل پربحث در شبکه‌های اجتماعی میباشد. نزدیکان رفیده و مقامات همسایه خانواده جبردیده در ناحیه رودکی رحمت الله گدایف را متهم می‌دانند. نظر به واسطه گدایف یا جانب حمایتش درباره این قضیه و اتهام اعلان کرده مقامات فعلا معلوم نیست.